بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم و ابی الزهراء محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اصحابه المنتجبین المخیرین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. شب 21 ماه مبارک رمضان سال 1404 است. من سخنرانی خودم رو دیشب نوشتم تا که هم منسجم باشد و هم وقت شما رو من نگیرم. به نام خدای انسان و الهام بخش تغییر و تحول، عرض سلام دارم خدمت شما خوبان و عزیزان دل و تبریک میگویم سال نو و تغییر سال 1303 را به 1404 و گرامی می‌داریم سال روز شهادت امام تغییر، امام علی علیه السلام و شب قدر یعنی شب تغییر. سخنرانیم رو نوشتم تا از گزافه‌گویی و اتلاف وقت شما جلوگیری کنم. موضوع سخنرانی من امشب شب قدر به مثابه تغییر است. قبل از هر چیز سپاسمندم از دوست عزیز و دانشمند محترم، انسان اخلاقی و بزرگوار جناب استاد حیدری گرامی، رئیس شیعیان دنیزلی و مدیریت خوب و فداکاران ایشان و تیم همراهشون، عزیزانی که همواره با ایشون همکاری میکنند و من و شما اینجا در یک فضای بسیار دوستانه و مهربانانه و همدل مکتب اهل بیت رو همچنان سربلند نگه داشتیم. برای سلامتی جناب دانشمند عزیز و محترم جناب استاد حیدری و همراهانشون و بانی سفره امشب یک صلوات ختم بفرمایید. همه من و شما خواهران و برادرانی که در این شب قدر جمع شدیم به این معناست، خوب دقت کنید، که ما داریم فریاد میزنیم من ناقصم، میخواهم تکمیل شوم، من آمدم در این شب 21 رمضان تغییر کنم. همه ما و شمایی که در گوش کنار در بالا خواهران و برادرانی که اینجا نشستیم، همه به نقص خود اعتراف داریم. انسان‌های بسیار کم ظرفیت، انسان‌های محتاج، گرفتار، همه محتاج عنایت پروردگار و محتاج عنایت اهل بیت علیهم السلام و هم معتقدیم که این نقص قابل جبران است، چون بعضی از عرفا مثل مولوی دیگران جبرگران میگن آقا هر چی شد دیگه دست خداست. ولی ما و شما که اینجا آمدیم این اعتقاد رو نداریم. میگیم ما آمدیم اینجا در این شب دعا کنیم، دست توسل بزنیم به آستان پروردگار عالم تا این مشکلات و گرفتاری ها و نقص و این کمبودی های روحی و روانی و جسمی و مادی ما را خداوند رفع کند.
پس همه ما و شما پیر و جوان قبول داریم که تغییر لازم است و امشب یکی از اون شب‌هایی است که خداوند به تک تک ما و شما این فرصت تغییر رو داده است که بیاییم از خداوند بخواهیم و دست در دستان خدا بگذاریم و تغییری در من ایجاد کنیم. یک صلوات خواهد کنیم. و سخن مشخص است که امشب سخن درباره تغییر است. اصلا کلمه تغییر و الهیات تغییر یکی از زیرشاخه های الهیات عملی است. حالا ببخشید من یه مقدار کلاسیک صحبت میکنم، عفو بفرمایید دیگه، مجبورم، این خصلت ماست دیگه، تغییر نمیکنم. یه الهیات کلاسیک داریم، مثلا میگیم آقا خداوند صفات ذات دارد، ثبوتی دارد، سلبی دارد، قادر است و متعال خالق است و چی است، اونا ذاتی هستند، اونا ثبوتی هستند و از این چیزا. اینا برای ما و شما خوب است، اما تفکر و اندیشه ما را در زندگی روزمره ما تغییر ایجاد نمی کند. ما نیازمند الهیات عملی و الهیات یا حکمت عملی هستیم. البته الهیات متعددی در الان در سرتاسر جهان دارن روش بحث میکنن. مثلا الهیات معلولین داریم. الان خیلی از دانشمندان غربی دارن بحث میکنن واقعا این معلولی که از مادر متولد میشود، نمیتونه راه بره یا کور هست، کور مادرزاد هست، این کار خداست، این اجر میبرد نمیبرد. من و شمایی که از آواره شدیم ما اجر میبریم نمیبریم، ما مجبوریم. خداوند کدام هدفی داشته، چه مقصدی داشته، ما چی میخوای بکنیم، در آینده چه خواهد شد، قیامت از خداوند یخیگیر خدا هستیم یا نه. اینا رو میگن الهیات. الهیات معلولین داریم، الهیات محیط زیست داریم. آیا ما و شما وقتی میریم در خیابان حق داریم این دستمال بینی خودمون رو در اون کوچه پرت کنیم؟ درست است، کشور ترکیه است، سفور داره، آشغال جمع کن داره. آیا ما این حق رو داریم؟ آیا ما حق داریم وقتی که رد میشیم این شاخه رو یک دونه بکنیم و حق داریم یا نداریم؟ آیا بازخواست میشیم یا نمیشیم؟ آیا چنین حدیثی، چنین روایتی هست نیست؟ اینا میگن الهیات محیط زیست. الهیات های متعددی در سرتاسر جهان همین الان دانشمندان مسیحی و یهودی و کمتر مسلمانان، دانشمندان مسلمان روش بحث میکنن. مسلمانان به نظر من 200 سال دانشمندان اسلامی عقبند نسبت به این مسائل الهیاتی. امشب بحث من درباره همینه. میخوام از همین رهاورد درباره شما وقت شما رو بگیرم. خیلی خلاصه است البته. ما امشب آمدیم که این تغییر رو در وجود خودمون با خداخواهی خودمون در جنبه فردی و اجتماعی خودمون ایجاد بکنیم. چون فرصت نیست و حوصله محدود است، من دیگه از الهیات تغییر، از فلسفهش، تاریخچش، اهمیتش، ضرورتش، اهدافش سخن نمیگم. مستقیم میرم سر اصل مطلب تا عزیزان به اندازه وسع و وسعت اندیشه بهره ای از مهمانی ما از امیرالمومنین علیه السلام ببرند. پرسش های زیادی در ذهن من و شما هست. آیا این پرسش هست که آیا تغییر فقط در من است؟ من انسان، من مشقنبر و مشکاظم و مشرضا و آیا تغییر فقط باید من انجام بدم؟ تغییر رو هستی تغییر میکند با تغییر من یا نه؟ تغییر اونها هستی ثابت است، من باید تغییر کنم. خورشید همینطور میچرخه، ماه میچرخه، ثابته، من باید تغییر کنم. این سوالی است. یا نه به تغییر من جهان در تغییر است، یا این تغییر در تعامل است. آیا تغییر در اراده الهی هست یا نه؟ خداوند اراده کرده که من
مهاجر افغانی که در این ترکیه آمدم، از ایران آمدم، مهاجر شدم، این در اراده الهی هست؟ این تغییر و تحولاتی درونی و اجتماعی ما؟ آیا یک زمانی ما در افغانستان نظام پادشاهی ظاهر شاه و امانی داشتیم، اون خونخوار عبدالرحمن داشتیم، جنایات بیشماری داشتیم، بعد نظام جمهوری آمد، بعد حالا نظام امارت اومد. این تغییر و تحولات در اراده خداست. ما نقشی در این تغییر و تحولات داریم یا نداریم؟ خب پرسش های متعددی در این زمینه وجود دارد. پرسش دیگری که هست این است که آیا در دین و شریعت تغییر هست؟ ما میتونیم این تغییر رو ایجاد بکنیم؟ من چگونه میتوانم از طریق ایمان و عبادت به تعالی، رشد، بالندگی و تغییر معنوی دست پیدا کنم؟ من اون سوالات رو پاسخ نمیدم. به این پرسش آخری میرسم و خیلی خلاصه عرض میکنم که ما چگونه میتوانیم این تغییر رو برای خودمون ایجاد بکنیم و به رشد و بالندگی برسیم. همه پیامبران و امامان ما، سخنرانی من در ادامه سخنرانی جناب حضرت استاد آقای حیدری عزیز است، بسیار زیبا و از شیوا فرمودن و روایت بسیار جالبی رو قرائت کردند از حضرت علی علیه السلام. دو نگاه هست. یه نگاه این است که آقا پیغمبران و به خصوص امامان مطهر، همینطوری مادرزاد، اینا معصومند. روایت های متعددی دارم که نور اینها از قبل از خلقت آدم اینا نورشون خلق شده است و اینا هیچ نقصو ندارن. تو مادرزاد متولد شدن، یه مادرزاد معصوم متولد شدن. یه نگاه دیگری است. اون نگاه اخباری است، نگاه که هست عده‌ای به اون باور دارن. حالا جناب آقای استاد حیدری عزیز خیلی زیبا فرمودن ولی قضاوت نکردن، فقط روایت خوندن و خیلی هم روایت‌های صحیح السند و درستی هم هست. اما یه نگاه این است که من به اون باور دارم که همه پیامبران و امامان مادرزاد و معصوم متولد نمیشند. همه اینها همون مسیری که من دارم میروم، کودکی داشتم، جوانی داشتم، پیری داشتم، همه انبیاء الهی و امامان همین مسیر رو داشتند. همین امام علی علیه السلام از بدو تولد که علی نبود، قدم به قدم علی بودن خودش رو با انتخاب خودش در تغییر دادن خودش رو علی ساخت. خب دقت کنید، اگر علی که از بدو تولد علی باشد، این که هنری نیست. هنر این است که علی در دو مسیر چپ یا راست، همیشه راه راست رو انتخاب کرده است و این اراده رو داشته، میتوانسته چپ رو انتخاب بکنه، مستقیم هی راست رو انتخاب کرده، لحظه به لحظه این انتخاب رو درست انتخاب کرده و شده معصوم. پس اینطور نبوده که علی علیه السلام متولد شده یک دفعه معصوم برآمده، معصوم از این دنیا میره. این خبرها نیست. اگر علی علیه السلام که امشب شب شهادتش است، اگر از بدو تولد معصوم باشد، یعنی از خطا و گناه و معصیت بدور باشد، این اصلا برای ما الگو نیست. مثل یه فرشته است که هست دیگه، ما چیکار کنیم؟ به من چه؟ او هم مثل ما در بازار غذا میخورد، او هم مثل ما زن و بچه داشت، او هم در کشاکش دهر و زندگی مشکلات داشت، اما مسیر رو درست انتخاب کرد. در ذره ذره و گام به گام مسیر رو درست انتخاب کرد. اون موقعی که پیغمبر ادعای پیغمبری کرد، ادعای پیغمبر رو قبول کرد، گفت من ایمان میارم، درست انتخاب کرد. اون موقعی که در حمایت پیغمبر ایستاد و شمشیر به دست گرفت،
مسیر رو درست انتخاب کرد. اون موقعی که پیغمبر آمد که یا علی امشب قصد ترور منو دارن، چه میکنی؟ گفت چه کنم؟ گفت جای من میخوابی؟ گفت مشکل نداره. گفت 40 قبیله از هر قبیله یک نفر امشب قصد ترور منو دارن، من جای من بخواب، جای من پر باشه، من تو یواشکی فرار میکنم. علی جانا به قربان علی گفت که یا رسول الله اگر من جای شما بخوابم که لیلة المبیت معروفه، آیا جان شما محفوظ میماند؟ گواری. نگفت که من کشته میشم یا نمیشم، شهید میشم نمیشم. و اگر علی میدانست که کشته الان این به نظر من نظر خودم رو دارم میگم چون تخصص منم علم کلام است. اگر علی میدانست که کشته نمیشه او چه هنریه؟ منم میرفتم میخوابیدم، اون مشقنبر و مشق باقر و مشرزا میرفت میخوابید جای پیغمبر، بذار که پیغمبر گفته ما کشته نمیشیم. خب ما کل ما میرفتیم میخوابیدیم. هنر در این است که علی نمیدانست. هنر این است که علی نمیدانست در این جنگی که الان میره من کشته میشم یا شهید میشم یا مجروح میشم. اگر میدانست علی برفرض آقا من میدونم به علم غیبی که من شهید نمیشم کشته نمیشم، هی شمشیر بزن و برو جلو، که هنر نیست که منم میزدم میرفتم جلو. هنر در این است که علی نمیداند که اینجا در این نبرد کشته میشه یا نمیشه، شهید میشه یا نمیشه. گاهی ما این یک نکته. اون جایی هم که علی برای حفظ زحمات تمام انبیا و اولیاء الهی پا بر حق خودش گذاشت. گفت آقا من گذشتم از این حق خودم، من میتوانستم رئیس جمهور یا امپراتور نصف جهان باشم ولی گذشتم، ولش کن. 25 سال متاسفانه، من همیشه گاهی میگم این نظر من است، علی افتخار نکنیم. علی حالا خوب است، یعنی مثلا حضرت علی میرفت چاه میکند و نخل درست میکرد و خیرات میکرد. آقا علی که با اون عظمت هست ما و شما باید گریه کنیم که علی چرا چاه میکند، چرا دانشگاه عظیمی راه انداخت مثل افلاطون، مثل سقراط، مثل فلوتینو، مثل ارسطو، مثل این اندیشمندان بزرگ که راه بیاندازه جهان به دنبالش بگردن دانشمندا. بنده خدا مجبور میشه با 4 تا عرب احمق بیشعور اونقدر این رو ضعیف بکنه حتی نتونه در مسجد بیاد، مجبور بره داخل چاه ناله بزنه. یا شاگرد خصوصی داشته باشه مثل کمل بیا با تو حرف دارم، یعنی درست است از یه جهتی که علی رفته چاه کنده، هنر از خوب است، اما جای مصیبت است که چرا علی این همه علم و این همه اندیشی که داشت چرا زمینه نداشت که برای اینها رو تبلیغ میکنه و دیگران برسانه. حتی اون موقعی که علی خودش داشت، یه موقع است نداریم، مثل ما شما نداریم، نمیخوریم نوشابه، ما یک دفعه میخوریم، یا کباب میریم در فروم چاملیک پارک، ما یک دفعه میریم اونجا کباب میکنیم. علی داشت، زحمت میکشید ولی نمیخورد و شبانه میرفت پشت خانه یتیما و بیوه زنها بدون اینکه چهرهش مشخص شه. شبانه میرفت غذا رو میگذاشت، در میزد، خودش میرفت. این انتخاب درست کرد. پس علی ابن ابی طالب هم با تغییر خود امام علی شد. پس همه ما و شما می توانیم با انتخاب درست در تغییر راه علی شویم. هرچند حضرت علی خودش گفته، حالا نگه که آقا لاف و پتاق میکنه، نهج البلاغه است، آقا کوشش کنید واجتهدوا، بیایید دنبال من بیایید، ولی نمیتونید به من برسید. شما ولی سعیتون رو بکنید مثل من بشید، ولی نمیشید. یه آیه‌ای هست، من خلاصه عرض کنم که
این آیه رو شما نگاه بکنید، همین مجاهدین و رهبران و بزرگوارانی که زحمت کشیدند، همه ما و شما افغانی همینو حفظ هستیم، رهبران و مجاهدان و قماندانان جهادی اینو زیاد میخونند. البته باز من میگم من بدبین به جهاد نیستم، من خودم رو مدیون جهاد و مبارزه و بسیاری از شهدا و رزمندگانی هستم که در این سرزمین خون دادن و زحمت کشیدن. حالا یه عده نامدیریت هایی در جهاد افغانستان پیش آمد و مشکلاتی رو پدید آورد. یه آیه معروفی هست، ان الله، در سوره رعد آیه 11، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند میفرماید، میگه همانا سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خودشان آنچه را که در نفسشان است تغییر دهند. یعنی تغییر رو در خود ایجاد بکن. این آیه نشان میدهد که تغییر یک فرایند است. فرایند یعنی چی؟ حالا اصطلاحات بعضی ما فارسی هم یه مشکله. فرایند مثل یک پروسه است. مثلا شما سوار موتور هستی، یا دوچرخه هستی، یا تکسل هستی، ترانسپورت رو داری میچرخونی، یا به هر حال فرغون داری، ملات داری میبری. تو میخوایی این ملات رو یا موتر رو یا دوچرخه رو یا این لیفت تراک رو ببرید این مسیر، یک باری رو ببرید بگذاری پس برگردید. ببین میگه که اگر شما میخواید تو یک مسیر هستی، مسیر تو تغییر بدی، تغییر یک فراینده. شما باید از این مسیری، مثلا تو این مسیر کم کم از دیگران جدا بشی، سرعت رو کم بکنی، دور بزنی. یعنی هم ابتدا دارد، وسط دارد و انتها دارد. یعنی چی؟ یعنی انسان اگر میخواهد تغییر بکند باید اراده درونی و معنوی در وجودش باشه. آیه دومی رو خداوند هرچند علاقه‌مند است همه به هدف برسند ولی نمیرسند، یه آیه بسیار زیبایی هست. می‌فرماید که این آیه خیلی نکته جالبی داره. من این نکته به شما توجه میدم. و ان لیس للانسان الا ما سعی. معلم صاحب تایید کرد. یعنی چی؟ ببین خداوند نمیفرماید که ای بنده من، ارزش انسان نمیگه اگه تو آدم با ارزشی هستی اگر موفق شدی. نفرمود که ان لیس و ان للانسان الا ما موفقون. انسان زمانی انسانیتش رو ایجاد میشه که موفق بشه. خداوند هیچ موقع در پی موفقیت ما نیست. تو موفق میشی نمیشی. از ما این همه ما و شما چند نفرمون مجتهد میشیم؟ نه، ولی خداوند خیلی دوست داره همه ما و شما مجتهد بشیم. خیلی خداوند علاقه‌منده که تمام ما و شما متخصصان قلب، متخصص مغز، اعصاب، متخصص ارتوپد بشیم. همه ما و شما دانشمندان فیزیک کوانتوم بشیم، انیشتین بشیم، گراهام بل بشیم، نیوتن بشیم. و نمیشیم، موفق نمیشیم، گرفتاریم، یا بچه داریم، اولاد داریم. میگه و ان للانسان الا ما سعی. میگه تو تلاش بکن، من به اندازه تلاشت به تو پاداش میدم. نمیگه به اندازه موفقیتت. این خیلی مهمه. خب خلاصه عرض کنم که یکی از این راه‌های تغییر دست به دامن خدا شدن است. دعا و مناجات و کمک از خود منبع و مخزن خوبی ها که خداست انسان رو تغییر میده. شب قدر دست به دعا برمیداریم
میگیم یا کافیو، یا شافیو، یا حامیو، یا معافیو، یا قاضیو، یا رازیو، یا هادیو، یا راجی، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. میگیم خدایا، 1000 بار اینو تکرار میگیم، خدایا منزهی تو، ای خدای یگانه، ای فریاد رس. الغوث یعنی چی؟ ای فریاد رس، ای فریاد رس، ما را از آتش برهان و نجات بده. خلصنا من النار یا رب. این کدام آتش است؟ البته هر کسی میتونه یه تعبیری از این آتش داشته باشه. من نگاهم به آیات و روایات نگاه اجتماعی است. تفسیر رقم دیگه. تفسیر اجتماعی داریم، تفسیر فلسفی داریم، تفسیر روایی داریم. من باورم اینه که در سال 2025 این عبارتی که با خدا مناجات میکنیم، خدای من را از آتش نجات بده، حالا فارغ از این که ما و شما غیبت و تهمت و دروغ و ریشخندی و این چیزایی که در زندگی ما و شما عادی هست برای بنده، کلیه آتشی که اجتماعی باشه که ما را نجات بده، خدای ما را از اون نجات بده، که هم جنبه فردی داشته باشه و هم جنبه اجتماعی، اون کدام آتش است؟ من باورم این است که برای ما و شما بزرگترین مصداق این آتش همین مهاجرت ماست. وطن رو از بی تدبیری و اختلاف رها کردیم. جغرافیا و زمینهای اجدادی رو رها کردیم. خانه های ما رو گرفتند، زبان و ادبیات ما را گرفتند، مذهب ما را گرفتند، آزادی های ما را گرفتند، زنان و دختران ما را زندان کردند، مکاتب ما را گرفتند، دانشگاه ما را گرفتند، شرف ما را گرفتند و عزت ما را گرفتند. در عالم پراکنده ایم. وقتی میگیم خدایا خلصنا من النار یا رب، یعنی که ما را از این دربدری نجات بده. خدایا تو نجات بده. البته خداوند میفرماید که ما یغیر بانفسهم، من این تغییر رو باید در وجود خودم ایجاد بکنم. من همیشه وقتی دعا میکنم خودم دعای خودم خندم میگیره. جدی میگم، من آدم صاف و پوسکنده میگم. وقتی میگم خدایا دشمنان اسلام و دشمنان قرآن و دشمنان افغانستان رو نابود بفرما، خنده داره. ما شما اینجا نشستیم میگیم خدا نجات، خدا بکشه، خدا نابود بکنه. خب مردک، تو که دعا میکنی خودت چه نقشی در این نابودی داری؟ خیلی مهمه ها. تفسیر همین آیات هست دیگه. حضرت موسی علیه السلام، اون داستانش قصهش فراوان است و من نمیخوام شما رو معطل کنم. ریش سفیدان و بزرگان اینجا هستن، از من بهتر میدونن استاد. حضرت موسی گفت بابا، حضرت موسی خیلی زحمت کشید. 130 بار اسم حضرت موسی در قرآن آمده. 75 بار، یعنی نصفش شیخ الانبیا بتچکن کبیر 75 بار آمده. پیغمبر ما 2 بار اومده. 130 بار موسی 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 موسی. در اکثر آیات قصه حضرت موسی هست. خیلی برای ما درسه. حضرت موسی با اون که خودش مرفه بود، بچه خوانده فرعون بود، تمام ثروت، زن، هر چی که تو بخوای در فکرت باشه، میگه حالا شما فکر کن بچه خوانده آدم ترامپ باشه چی میشه؟ بو طیاره بخوای هست، قطار هر چی بخوای هست، هر چی بخوای که هست. ولی همه رو رها کرد برای نجات این قوم، برای نجات این مردم مظلوم. همه رو رها کرد. خب سازماندهی کرد، خیلی دقیق و مدیریت کرد، همه رو جمع کرد. گفت آقا
بیا بریم جنگیم. میدونید چی گفتن؟ اون کاری که ما و شما افغانی‌ها میگیم، میگه آقا شما آیه قرآن است، میگه موسی تو با خدایت برو بجنگ، خودت با خدایت برو بجنگ، شکست که دادی باز ما رو خبر کن ما بیاییم. باز خانهشون آباد که موسی و خدا، ما که فقط میگیم خدا خودت تنها برو خودت شکست بده. قصه سر این است که امشب ما می‌خواستم فلسفه عملی دعا رو برای شما عرض کنم که دعا جرقه‌ای برای تغییر انسان است. تغییر انسان، تغییر فردی اونجا اهمیتی نداره، ارزشی نداره. من رو تغییر بکنم، خب تغییر کردم، خب گناه نمی‌کنم، خب بعدش چی؟ این عرفایی که مثلا آقا مثل بایزید بسطامی، نمیدونم خاقانی، نمیدونم مولوی، این پشترانی، اینا چه به درد میخوره؟ اینا رفتی توی گوشه غاری مثلا تو حالا اینقدر عبادت بکنی که مثلا با یک اشاره چشم مثلا فرض میگیره، ما این هنرم ندارن، اکثرا ساختن، مثلا فرض میگیریم حالا خورشید تا کدی آوردی بردی بالا یا قدش فوتبال کردی، فرض میگیریم این هنر داشته باشه، بعدش چی؟ وقتی که تو ببینی در گوشه کنار مردم در سوریه، در لبنان، در افغانستان، در یمن، در عراق، مردم مظلومان در آفریقا، تا نشستی آقا هیچ اندیشه‌ای برای تغییر این وضعیت در این جهان نداری، اصلا فکر نمی کنی. هنر این چه فایده داره؟ مثلا من با اشاره من قطار رو استاد بکنم و یه هندوهای مرتاض هم استاد میکنن، هنری نیست. به بایزید گفتن آقا خبر شدی فلانی رو هوا پرواز میکنه، گفت مگس هم پرواز میکنه، هنر نیست که. اگه پرواز کردن باشه که مگس هم پرواز میکنه. خیلی گرم منطقی ها. انسانیت انسان بسته به فکر و اندیشه در تغییر است و شب دعا، شب قدر این است که انسان این تغییر رو در وجود خودش ایجاد بکنه. تغییر خلصنا من النار یا رب، همش این نباشه که حالا خدای مرا این چه هنریه، من تمام ذکر باشه من در آتش نرم. آقا دیوانه ها هم در آتش نمیبرم، باور کن روز قیامت. این معلولین، همین گونگه ها، همین بدبخت بیچاره ها رو نمیبرد در جهنم نرفتن که هنر نیست. این است که نگذاری دیگران در این دنیای تو جهان رو برای مظلومان به جهنم تبدیل کن. این است هنر. جمله آخرم این است، خداوند میفرماید، میگه یه نمونه هم داره، من قصه هوایی نمیگم، خدا میفرماید، میگه پیغمبر اون عظمتش حضرت یونس خشیم کرد، به قول ما و شما، به قول ما و شما افغانی‌ها خشیم کرد و قوم خودش رفت بابا جمع کنید چه قومی هست ما نخواستیم، نه هرچی حرف میزنیم گپ میزنیم، به قول معروف هیچ سنه ما رو نمیخورن. حضرت یونس قهر کرد و رفت و در دهان ماهی افتاد. قصه طولانی است. حالا دانشمندان میگن چه ماهی است که بعضی میگن 40 روز داخل دهان ماهی بود. اون موقع نمیتونستم. الان ماهیایی هست که اندازه خونه است، 2 برابر این خونه، 3 برابر، راحت جا میشه. خداوند از در درون ماهی قلب حضرت یونس میگه فنادا فی الظلمات، یونس پشیمون شد، توبه کرد. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گفت خدایا، در تاریکی گفت خدایا فقط تویی، پاک و منزهی، من از ظالمین هستم، من غلط کردم، من اشتباه کردم. خداوند در پاسخ چه فرمود؟ فاستجبنا له، ما بهش جواب دادیم و نجاتش دادیم. من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، و این گونه است که ما نجات میدهیم. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی همه مظلومان عالم رو از چنگال مستکبرین و ظالمین نجات بدهد. یک صلوات خلقه. اللهم صل علی محمد.
ای شهید عدل خود در بیت داور یا علی. چند بیت شهید میخونیم و ذکر مصیبت کوتاه میریم دعا رو شروع میکنیم. ای غمت از ریگ صحرا فزون یا علی، مرد بدر و مرد خیبر، مرد احزاب از چه بستی چشم افتادی به بستر یا علی. وقتی که علی علیه السلام ضربت خورد دیگه نرفت، یتیمان سر صدا شد تو شهر که آقا دیگه یه نفری بود می آمد به ما خرما میداد، غذا میداد، نیستش. کی از کی بود؟ چرا نمیاد؟ وقتی که خبر شدن که علی علیه السلام ضربت خورده و چنین جنایتی بر او وارد شده، او رو ترور کردن، در مسجد در حالی که نماز میخون همه فهمیدن که ای بابا، ای همون علی است، علی که نفرینش میکردن مردم. سفره ها خالی، زنان و دیده ها از اشک پر، بعد تو کی بر یتیمان میزند سر یا علی. تا بشوید روی خونین تو را با اشک خویش، آمده بر دیدنت زهرای اطهر یا علی. صبر تو بر حفظ دیل در خانه آتش زده، سخت‌تر باشد بسی از جنگ خیبر یا علی. زخم دل را میتوان دید و برای آن گریست، دیدن زخم جگر نبود میسر یا علی. بر سرت